سخن حق مورد ابتلا قرار گرفت، بازی اتهام ما چند برابر بیشتر شود. کی فلانی کار کرده بود و او فلانی کار کرده بود. باور بکنین تا جایی که من میفهمم این علمایی را که همه ما شما با اونا آشنا هستیم، بجز جرم دعوت دیگه هیچ جرمی ندارن. اگر زندانی میشن، اگر تحت فشار قرار میگیرن، اگر هر مشکل دیگه میان، جرمشون فقط بیان سخن حق است. و این ظلم بسیار کلان است که ما بفهمیم فلانی نفر به خاطر دین الله، به خاطر بیان سخن حق مورد ابتلا قرار گرفته، باز تا حدی که بتونیم برای از اونها تبلیغات منفی بکنیم. الله شرم است. ما مکلفیت ما همیست. شما ببینید این بدبختی در دیگه جاها وجود داره. چقدر مرگ است به اون مردی که هنگامی که یک دزدی که علنی دزد است، یک قاچاقبر، یک مجرم علنی دستگیر میشه، هزاران نفر جمع میشه. چرا فلانی را خانه گرفته؟ اما وقتی یک عالم به خاطر بیان سخن حق زندانی میشه، 2 نفر صدای خود بلند نمیکنه. پس این جامعه کی ملامت است؟ قطعا جامعه ملامت است. مردم ملامتن. در دفاع از دوست تا زندگی خود از دست میده. همین چند وقت شما شاهد بودین نه؟ تعداد زیادی از مردم به خاطر دفاع از مردمان معلوم الحال تا سرحد مرگ ازش دفاع کردن. اما به خاطر علما چی؟ نه تنهایی که حداقل اون از اون دفاع نمیکنیم، اون در جایش میگذاریم، متهمش میکنیم، بر علیهش تبلیغات میکنیم. باز توقع هم داریم وضعیت جامعه ما به طرف مثبت پیش بره، نابسامانی های اجتماعی ما از بین بره. گاهی وقتا باور بکنید در ذهنم میگرده که واقعا این ملت تا زمانی که خود تغییر نتن، الله اینا دینا تغییر نمیاره. یک دلاک خبیث در یک جای میره، هزاران نفر در گرد از او جمع میشن، برش پیسه خودم مصرف میکنن، برش پول هم میتن، مجلس هم میتن، صدها نفر هم غذا میتن به خاطر چی که دولکچی اومده دولک بزنه برای ما. همین کارو میکنن نمیکنن. اما عالم از جیب خود پیسه مصرف میکنن، میره در یک جایی که سخن حق به مردم میگن، 2 نفر در مجلسش نمیشینن. در این زمستان ما چند جای حلقه درسی برگزار کردیم. خیلی از اصلا من خودم رفتم 2 نفر 3 نفر بیشتر نفر نمیدیدم. چی رقم توقع داشته باشیم این جامعه تغییر بکنه؟ شور بخوری باز ملاها ملامت میشن، شور بخوری علما ملامت میشن. چرا به خود نمیاییم؟ چه وقت ما مسئولیت‌های خود ادا کردیم؟ چه وقت ما سخن حق را فهمیدیم، او را عملی کردیم، به دیگران رساندیم؟ چه وقت از گوینده سخن حق دفاع کردیم؟ این ذهنیت بسیار یک ذهنیت غلط است و متاسفانه شیطان این در ذهن خیلی از مردم انداخته. گپ میشه، چرا ملاها گپ نمیزنن؟ که گپ بزنن باز پس ملامتش میکنیم. این انصاف است. به تعبیر اگر دینداری نداریم حداقل جوانمردی خود داشته باشیم. یک ارزش انسانی است. خوب ملامت میکنیم که چرا کس گپ نمیزنه. وقتی گپ زد باز درست فشار آمد، باز ما هم یک دو گپ دیگه خود برش بزنیم، خوبی شد. چرا فلانی کار کرد؟ در حالی که او به خاطر نجات ما تلاش کرده. بیان سخن حق به خاطر دیگران است، چون خود او عالم میفهمه گپه. چرا سخن حق به دیگران بیان میکنن؟ چون نجات دیگران در پیروی از سخن حق است. پس این فداکاری میکنن علما که سخن حق به دیگران بیان میکنن. مکلفیت ما هم است که از اونها باید دفاع بکنیم. چقدر دردآور است به اون ملتی که دلاکار از کشورهای اروپایی و امریکایی میخواین، هزاران دلار برشان میتن، در اینجا برشان مجلس میگیرن به خاطری که برای ما دولت و دمپک بزنن. همه ترسی نیست. همین دلاکاری که از خارج میخوان، شما فکر میکنید اینا مفت میان اینجا؟ لگ‌ها پا مصرف میشه در هر مجلسی از مجالس از اینها. چی کسی همین تمویل میکنه؟ همین ملت نیست مگر؟ چرا یک انسان فاسد این همت داره که برای دفاع از یک رقاصه لگ‌ها رو پی خود مصرف بکنه؟ ما و تو مؤمن همت نداریم که تو رو پی خود به خاطر دین الله مصرف بکنیم. باز وقتی گپ میشه ملامت بکنیم، دیگران رو ملامت بکنیم. علما چی کردن؟ علما چی کردن؟ ملاها چی کردن؟ علما چی کردن؟ مرگ است به اون ملتی که در محور یک رقاصه صدها نفر جمع شود و یک عالم تنها باقی بمانه، کشته شود و زندانی شود. این ملت به والله قسم نجات پیدا نمیکنه تا خود تغییر نتن، تا مسئولیت های اجتماعی خود درک نکنن.
آسان شده برای ما ملامت کردن دیگران و فراموش کردن مسئولیت‌های خود ما. خیلی آسان شده. هر کدام ما این طبیعت گرفتیم. اگر قرار ملامت کردن باشه خوب ملامت میکنیم. اگر پرسیده شود که خوب برادر عزیز خیر ببینی دیگران بخی ملامت، تو چی کردی؟ تو چی کردی؟ و این سوال هر کدام ما باید از خود بپرسیم. اول من از خود میپرسم، بعد تک تک از ما شما بعد از خود بپرسیم که ما در ادای مکلفیت‌های اجتماعی خود چی کردیم؟ آیا حقیقتا روزی حداقل نیم ساعت خود وقف دین الله کردیم؟ اگر ما با پول ایمان آوردیم، اگر ما بر زندگی راحت ایمان آوردیم، بعد توقع تغییر مثبت در جامعه را نداشته باشیم، توقع نجات آخرت هم نداشته باشیم. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم این حماقت معرفی میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. انسان زیرک کسی است که نفس خود مهار میکنه و برای بعد از مرگ کار میکنه. ولا عاجز من اتبع نفسه و هوا و تمنى علی الله.